اون موقع امارات و دبی به خصوص قراردادی که می نوشتیم عملاً هیچ قرارداد یک پارچه‌ای نبود. فرض کنین من یه شرکت سازنده بودم، میرفتم یه داون پیمنتی میذاشتم برای خرید زمین که روش ساختمون بسازم. بیعانه ما میگیم. کل پول زمین نبود، فقط یه پول کوچیکی بود که اون زمین رزرو میشد برای ما. با این داون پیمنت آرشیتکتم و کانترکتورم رو استخدام میکردم، برای من نقشه درست میکردن برای ساختمون. من این نقشه بیلدینگ رو میفروختم. خب همه میخریدن چون دبی خیلی داغ بود. من شرکت سازنده به جای اینکه اون خونه رو بسازم و تکمیل کنم و تحویل بدم، میرفتم یه زمین دیگه میخریدم. میدونین گاهی اوقات پرس میزدم دوباره یه نقشه یا یه چیزی میفروختم، دوباره یه پول کلونی از مردم میگرفتن زمین سوم. بنابراین خیلی از شرکت‌های خصوصی زمین خوردن. شاید اگر همون شرکت‌ها همون یه ساختمون رو میساختن، بعد با سودش میرفتن سر ساختمون بعدی، پروژه بعدی، موفق بودن، ولی مجبور شدن همه چیز رو رها کنن و برن.